نه یا بیسما دارم. سلام علیکم و کل مخلصان کانال سامبوی تو یکتریمبور. امروز ما در دوشنبه در کوچه های یکچینار در اینجا زاپراسکا ایستاده است و خونه‌خیزی در شهر دوشنبه تریتوریایی که راه میشد یا که دام میشد از اینجا خونه ها را برداشتند. از دو طرف البته راه کلان میشود، شاید که در اینجا دام های زمانوی شود. برای برادران عزیز این است یکچینار گردش پرافسایوز. من این طرف تمام خانه ها را برداشته شده. من این طرف هم خانه ها از قدی راه برداشته شده است. خونه‌خیزی در شهر دوشنبه در محله یکچینار پرافسایوز، گردش پرافسایوز. مخلصان کانال سامبوی تیوی یکتریمبور، همه این نوارها برای شما پیشکش کرده شد. به خاطر شما که شما دانید که در تاجیکستان چقدر آبادی ها پیش رفته است. در هر قدر کوچه‌ای که خانه ها با راه نزدیک هستند، البته از نزدیک بودن خانه ها در قدر خطرهای زیاده است و تاجیکستان دوشنبه پایتخت تاجیکستان آباد شده ایستاده است. این خانه را از بین گرفته شدند. در اینجا شاید که راه سازند یا یکی از بناهای بلند آشیانه. برادران عزیز، این بود محله یکچینار شهر دوشنبه. من بودم پرویز از کانال سامبوی تو یکتریمبور. باز ویدیوهای ما را انتظار دارید.